همدارون عزیز سلام علیکم. 4 سپتامبر 2024 باغ ما از کثافتی همین باغ بسویب همین باغ بسویب است. صاحب دارد یک قدم موند صاحبش پیدا میشد، لیکن یگان نگاه بین نمیشد. از کثافتی هوای پژار شد وای باغ ما آمد همه سوخت. آلو از خود خارج آورده بودم، گیلاس پیوند کرده شاخش رو برده بودم که گیلاس این کثافت ها نگاه نمیکنن، باغشون پژار میشه. باقی ماندم گذشت. من این گیلاسی که ابریسکا کرده بودم بهار بسیار شاخ گرفته بودم، گفتم آرزو داشتم که به شما گیجی بنشون تیم. حالی هست باید دو گیلاس دیگه و من اینا همه سوخت. هرچی همین لولبی باغ سوخت و درونش نرفته کشتیم. از دوشنبه فهمیده دویده آمده کشتیم. من این همه خوش شد. گیلاسا لولبی سیتکا نوک هم خوش شد. من اینجا نوکوی پیوندی بهترین هم خوش شدن. من ببینید شکل نوکی کلان خوش شد. سوخت انا کثافتی همش دستری نمی باقوی بساحیب علافش میبره. هیچ که کاردور نیست. یگان کس یگان سیگارت میپرتوید، یگان گودک یگان گرگیت میزند. تمام خدا گرفته هم مایم. من باقی ما نتیجهش همین خیل همین هستم. خدا با شکر. سیل زدگیشتم شکر، پژار شدگیشتم شکر. خیلی نموریم با پیوند میکنیم با میشنونیم، لیکن آخه 3-4 سال میگذارد اگر نموریم. این باقوی بساحیب در نشه بینید طور من همه اکن انگور باغ حساب میرود. انگور باغ این انگورش هی تو بکدم انگور بینید. من همه درختای باقی بساحیب. انا همدارون عزیز انم خیلی ما با ضرر دیدیم. دلم میسوزه به همین پیونده که نگاه کنیم. مهنت کنده این بینید از خود کم رسی از لینینگراد و از کس کده من آلوی اصلی ناوردگی بودم که در تاجیکستان زیاد کنیم میوهش رو. خدا نصیب خیر بود است. در پناه خدا باشید.